10 برابر سریعتر به خواسته هایی که داری برس و خواسته هات رو 10 برابر سریعتر جذب کن. سلام، امروز تو این پادکست صوتی اومدیم ببینیم که چطوری میشه سریعتر به خواسته ها رسید، چطوری میشه سریعتر جذب کرد، چطوری میشه سریعتر ثروتمند شد و خلاص بشیم از وضعیت مالی ضعیف و زندگی ضعیف از لحاظ فکری، حسی، آرامشی و از لحاظ احساسی 10 برابر رشد بیشتری کنیم و دیگه بس دیگه این همه دویدیم دنبال این که به هیچی نرسیدیم. امروز قراره تو این پادکست درباره یه سری ترفنده صحبت کنیم که هر جایی دربارش صحبت نمیشه، چون ما هم با علم روز و هم متافیزیک و هم میشه گفتش که حالا اتفاقاتی که برای خودمون افتاده و کارهایی که خودمون کردیم و مشاورهایی که دادیم اومدیم این ویدیو رو ساختیم. بس تا این پادکست صوتی حتما همراه ما باش. شاید حالا این رو شنیدی که قانون جذب همه چیز در دنیای بیرون ابتدا تو میشه گفت توی دنیای درون شما و ذهن شماست، اما چرا بعضیا سریع به خواسته هاشون میرسن و بعضی دیگه همیشه تو مسیر کشمکش و تلاش بی پایانن؟ راز این تفاوت در سرعت جذبه، در اینکه بعضیا فرکانس درست رو سریعتر میفرستن. تو این ویدیو میخوایم بهتون نشون بدیم که چطوری میتونید 10 برابر سریعتر به خواسته هاتون برسید و جذبشون کنید و نتایج شگفت انگیز رو تجربه کنید. مشکل اصلی فرکانس کم و نامتناسبه. مشکل چیه؟ خیلی از افراد برای جذب تلاش میکنن، بیش از حد تلاش میکنن، فرکانس درست رو ارسال نمیکنن یا فرکانس با انرژی ضعیف دارن. وقتی فرکانس ضعیف باشه جذب خواسته زمان زیادی میبره. حالا این مثلا مثل این میمونه که تو یه پیام رو توی شبکه‌ای ارسال میکنی ولی سرعت اینترنتت خیلی پایینه و دیر پیام میره. راهکار طلایی چیه؟ چگونه حالا فرکانسمون رو بالا ببریم؟ آگاهی از احساسات. حس کنی که خواستت رو الان داری و با تمام وجودت حس خوشبختی و لذت رو به خودت بچسبونی و حس لذت به خودت بچسبونی. در لحظه زندگی کنی و لحظت لذت ببری. این باعث میشه که فرکانس قوی و سریعتر به خواستهات بفرستی. یه چیزی که بگم حالا اینجا ببین، ما بهش میگیم شوک‌گذاری و حالا یه سری جاها میگیم مدیتیشن، همه اینا رو داریم. ولی اگه تو میخوای رهایی داشته باشی و یه حالت مراقبه‌ای داشته باشی، بهترین مراقبه اینه که تمرکز کنی روی لحظه حال و لذت‌های حال. چی الان حالتو خوب میکنه؟ چی کار داری میکنی که حالت خوب میشه؟ اینا رو همه رو با هم دیگه داشته باشی، حالتو تو لحظه خوب کنی، خودت این قدرت رو داشته باشی. به این ما میگیم مراقبه. این چیزیه که من انجام میدم. تمرینات روزانه 5 دقیقه مراقبه با هدف بالا بردن فرکانس ذهن باعث میشه انرژی سریعتر تنظیم بشه، تجسم فعال زیاد بشه. وقتی حالا ذهنیت نداری میتونی راحت‌تر باشی. همون قانون 5 صبح که درباره‌اش صحبت کردیم. حالا تکنیک بعدی، تکنیک تصاویری به اندازه چند ثانیه. یکی از دلایلی که باعث میشه خواسته هات کنجذب بشه اینه که ذهنت به سرعت تصویرسازی نمیکنه یا افکار منفی جلوشو میگیره. وقتی نتونی سریع در ذهن خودت تصویر روشنی از خواستهات بسازی، ذهن نمیتونه فرکانس مورد نیازت رو به کائنات ارسال کنه. راهکار طلایی چیه؟ تصویرسازی با سرعت بالا. یه تصویر واضح و پر از جزئیات از خواستهات توی ذهنت بساز و در لحظه احساس کن که همکنون بهش رسیدی. بیشتر از 5 ثانیه به تصویر نچسب. ذهن باید سریع تغییر کنه، چون فرکانس سریعترین نتایج رو میاره. حالا این تکنیک رو امتحان کن، ببین چطور 10 برابر قوی تر از قبل میتونی به ثروت برسی. راهکار بعدی افکار مثبت و احساسات قویه. حالا خیلی ها موقع جذب فقط به صورت ذهنی روی خواسته هاشون تمرکز میکنن و فراموش میکنن که احساسات قوی نقش خیلی مهمی توی سرعت جذب داره. فرکانس و انرژی به کائناتی که میفرستی به شدت وابسته به احساساتیه که از ذهنت و قلبت میفرستی. راهکار طلایی چیه؟ احساسات قوی و فرکانس بالا. وقتی فکر میکنی به خواستهات رسیدی، باید با تمام وجود حس کنی که اون رو در دست داری. این احساسات قوی
تصویر و احساساتی که از شادی و موفقیت هستش به سرعت جذب و افزایش میده. دقت کن، همیشه با احساسات قوی کار کن، نه فقط با ذهن. اینطوری 10 برابر سریعتر میرسی. نکته بعدی، رهاسازی و اعتماد به کائنات. وقتی توی مسیر جذبی ممکنه ذهنت حالا بیاد شک و تردید و سواله، مثلا کی میشه، چرا نمیشه، ای بابا همش الکی، نه میشه، نه نمیشه. راهکار طلایی چیه؟ رهاسازی و اعتماد به کائناته. بعد از اینکه خواستهات رو تجسم کردی و حس کردی و احساس کردی اونا رو داری، دیگه از کائنات جدا شو. با اعتماد کامل به این که خواستهات قطعی به دست میاد ولش کن. وقتی رها کنی نتیجه خیلی سریعتر میاد و این تکنیک رو به هیچ وجه فراموش نکن، چون رهاسازی رو قوی‌تر میکنه. حالا تمرکز روی قدرت درون. خیلی وقتا خواسته ها دیر به دست میان. این به خاطر اینه که قدرت درونیت استفاده نمی کنی. احساس کنی که برای رسیدن به خواستهات باید خارج از خودت چیزی رو پیدا کنی، در حالی که قدرت توی درون توئه. راهکار طلایی چیه؟ تاکید بر توانمندی های درونیه. باید یاد بگیری به خودت اعتماد کنی. زمانی که احساس کنی که خودت توانایی رسیدن به هر چی رو داری، کائنات هم سریعتر میرسونه بهت. در واقع کائنات به سرعت به فردی که خود رو توانمند میدونه پاسخ میده و کاری میکنه که به زندگی بهتری برسه. یعنی تو باید تلاش کنی که احساساتت رو حالا بیای و یک پارچه کنی با خودت. یعنی کاری کنی که درون تو با بیرون تو یکی بشه. تو همه چی از درون تو نشأت میگیره، چیزی توی بیرون نیست. همه چی توی درونت اتفاق میفته و بیرون ساخته میشه. اگه این رو درک کنی و بهش عمل کنی، زندگی خیلی قوی تر و من میتونم بهت بگم که یه زندگی لول بالاتر برای خودت میتونی بسازی. حالا ما تو این چنل سعی میکنیم دوره های رایگان بذاریم، نه از اون دوره های رایگانی که میان میذارم 5 دقیقه 10 دقیقه. ما بالای 30 دقیقه دوره میذاریم و همش هم رایگانه. یعنی قرار نیست هیچ پولی بگیریم، بس نیازی نداریم قانت کنیم و ببریمت سمت فروش دوره. نه، همش رایگانه. فقط باید چنل رو سابسکرایب کنی، به جمع خانواده ما بپیوندی و ویدیوها رو ببینی تا اینکه به خواستات برسی. و اینطوری هم نیستش که ما اولش بخوایم حتی پولی بگیریم یا اصلا آخرش بخوایم پولی بگیریم برای ما چیز خاصی داشته باشه. و فقط این تویی که به خواستات میتونی برسی و برای خود من حس بهتری میسازه. من لذت میبرم از اینکه در مورد قانون جذب و این اتفاقات صحبت کنم، چون خودم هم عاشق قانون جذب و میشه گفت اجرای این تکنیک ها هستم. از اجرا کردن این تکنیک ها هم خود من لذت میبرم. به انتهای این پادکست صوتی رسیدیم و این پادکست هم رو فرکانسی ذخیرهش کردیم باز روی زمین ناخودآگاهتون هم تاثیر بذاره. پس اگه چند بار این پادکست رو گوش کنید همونقدر تاثیرگذاریش بیشتر و بیشتر میشه. و بگم که حتما توی پلیلیست دوره تو همین چنل برید ببینید، یه دوره 30 ساعته است که کاملا رایگانه. بدرود تا یه پادکست صوتی جدید.